در خردسالی خیلی آرزو داشتم که چنین یک دوچرخه‌ای که در مغازه ده ما ماها باقی مانده بود خریداری کنند، اما متاسفانه چنین امکان به من دست نداد تا چنین دوچرخه بخرم. اما ماها من هر روز به مغازه ده میرفتم و به خاطر ارمان شکستن آن دوچرخه را تماشا میکردم. چنین احوالی که در خردسالی داشتم من، امروز جامعه تاجیکستان را به دو قسمت تقسیم کرده است. آنهایی که میخواهند آیفون های نو و محصولات زرگری داشته باشند اما امکان خریداری ندارند و به مغازه ها میروند و تنها به خاطر ارمان شکستن آن محصولات ها را تماشا میکنند. و به گفته فروشنده ها این قسمت از 10 نفری که به مغازه ها وارد می شود 9 نفر را تشکیل می دهد و تنها از آن 10 نفر یک نفر در تاجیکستان امکان دارد که آن چیزی که خواهش خریداری کردن دارد خریداری کند. من به خیلی محبوب شد، لیکن کمتر مبلغ هنوز نمیرسد. انا میشد که همین بونیم یک دو روز ایستر نفروشین شما. مثلا بعد از 2 روز من میبیم مبلغش پر را میسپرم شما بعد که یک ماه میشد که جمع کرده ایستادم و تنک دیگه نمیرسد در مابین همین 1-2 روز به من انشالله جمع میکنم و به آرزوی خودم میرسم. علیکم سلام. کدام نوع تلفن خریدین؟ ما پیش از این نوعی گالاکسی داشتم، باز این نوع جدیدی آیفون در اومده از همین استفاده بودم. این نوع جدید آیفون 6 میلیون خیلی بسیار فونکسیون خوب دارن، مقصد برای استفاده بودن اینترنت هرچی مقصد چی کمک رسانده میتونه در همچنین یوری اولین چی اخبارات چی خبرها را میتونید گوش کرده تماشا کرده ببینید. نوعی گران نیست که مثلا گران است، برای این خیلی کار میکنیم. مقصد من پیش از این نوعی پیشترم رو با فروش برآوردم، پس از اون در بولش مبلغ اضافه کرده این رو خریداری نمیدم. چقدر؟ ارزشش $730. در یک روز مثلا تقریبا چند نفر با همین مغازه شما برای خرید کردن وارد میشن؟ تقریبا 100 نفر وارد میشوند و از آنها 10 تاشون خریدار میباشند. ما برای زادروز دخترچه چالخری اومدیم. 2-3 بار اومدیم و چال به حد مرخوص اما ما کمتر بود. این کارت اومده آخه سرویس دست. تخمینا مثلا 100 نفر اگر آدم دارد از اون 100 نفر ممکن نیمی اونها میخرن، نیمشون هوس میکنن، نیمشون تماشا میکنن برای دخترشون، برای اویلاشون. یا که میشود که نگاه کرده میروند و بعد دیرتر اویلاشون که اومده میگیرن. سین سال هر کلاسکه هست که استودنت دانشجویی میدارند، از اون دانشجو یک خلاص میگیرن یک خلاص هوس میکنن که امکانیتی گرفتن نداریم لیکن یک بار دیده برای